کار اعمار و ساختمان بخش اول سرک دانش الی پل مغان تکمیل گردیده است. وزارت فواید آمد در نقاط مختلف کشور ساختمان و حفظ مراقبت پروژه های زیربنایی ترانسپورتی را ادامه می دهد تا سهولت های بیشتر ترانسپورتی به هموطنان عزیز فراهم گردد. کار اعمار بخش اول سرک دانش الی پل مغان که دارای 8.3 کیلومتر طول و 5.5 متر عرض می باشد تکمیل گردیده که باعث دسترسی آسانتر مردم به مراکز صحی، تجارتی و شهری شده است. این سرک در دامنه‌های سرسبز ولایت کاپیسا واقع شده و سهولت‌های را در رفت و برگشت متعلمین به مکاتب و اماکن مسکونی به وجود آورده است که تطبیق آن از سوی دولت باعث ایجاد سهولت‌های فراوان و خوشحالی باشندگان محل گردیده است. مخکې خو ستونزې ډېرې وي، اوس ډېر ښه سوی، ډېر سهولت پیدا سوی، سرک پوخ سوی دی. انشاءالله د دې نه دا خلک ډېر خوښ دي، ډېر خوشحاله دي. یک تشکری خاص داریم از وزارت فواید عامه محترم که به ما بسیار یک سهولت خوبتر در اینجا راه انداخت. دیگه همیش دخترکای خودم از که مکتب میرن خامه که بود بسیار دیگه واقعیت شو بگیم بود زیاد میخریدیم. از روزی سرک پخته شد تا خاکپور نمیشه بوتایشان. دیگه ما بسیار خوش هستیم از دولت خود، از حکومت خود که خدمت ضیافتر دولت کاپیسا انجام دادیم. از ریاست جمهوری بسیار خوش هستیم که خدمت برای ما شده است. بسیار خوش هستیم این سرک از ریاست جمهوری که قدر وقت نشده بود این سرک ما پخته است، کل مشکلات ما را باشه. بخش اول سرک دانش الی پل مغان از 7 قریه گذشته و ولسوالی حصه اول را به مرکز محمود راقی وصل می سازد که نزدیک به 11800 نفر به شکل مستقیم از آن مستفید می گردد.